مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 3 دکامبر از ثبت شدن باز یک ساکن پایتخت برای تأخیر و آزار مادرش خبر داد. این الکی دومین مورد حبس فرزندان در دوشنبه برای تأخیر و آزار مادرشان در یک هفته آخر است. اخیراً یک زن سالخورده ساکن کوچه ابای به مقامات میلیسا شکایت کرده است که پسر 46 سالش دائما او را مورد دشنام و حقارت قرار داده با هر بهانه گریبان مادر را میگیرد و او پیوسته از دست فرزندش آزار میبیند. مقامات فرزند این زن مومن فرقت نعمتویچ سال تولدش 1975 پدر 3 فرزند را بازداشت کردند و او بنا به اطلاع مقامات میلیسا هنگام پرسش در صادر نمودن کردارهای ضد حقوقی خود اقرار نمود. معلوم شده است که فرقت مومنوف قبلا هم 2 مرتبه برای تحقیر و آزار و دشنام مادرش به حبس مأموری محکوم شده است. این دفعه نسبت به او برای تحقیر و آزار مادرش در جای جمعیتی طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده مأموری ترتیب دادند و با قرار دادگاه فرقت مومنوف به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. متاسفانه در جامعه امروزه ما نفرانی یافت میشوند که این همه بزرگی و مقام و منزلت والای مادر، زحمت و شب زنده داری ها و رفتار نیک و پرمحبتش را نادیده گرفته مادر خویش را مورد تحقیر و دشنام و حقارت قرار میدهند. علام‌آور آن است که این کردارهای غیر اخلاقی را بعضی از فرزندان بیناموس در بین اهل جامعه و خویشاوندان و همسایگان انجام میدهند. اظهار تأسف کرده است مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه. این نهاد می‌افزاید هدف اساسی تهیه چنین موادها تأخیر و شخصیت حقوق ویران کنندگان نبوده، رهبریت مقامات میلیسای پایتخت با این وسیله میخواهند پیش روی کردارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی شهروندان گرفته شده معرفت و عدالت حقوقی، فضای سالم خانوادگی و عائله‌داری در بین تمام طبقه‌های جامعه تامین کرده شود.